به خدا من نگفتم عزیز. ببین بس کی گفته؟ عزیز نگاش کن، اگه بابا زنده بود تو جرأت داشتی اینجوری به من فوش بدی؟ من فوش دارم. آقا تو حرف بزن. چطوری؟ خفه شو. این فوشه؟ نه فوش نیست. فردی تو الان من بزن تو دهنش داره فوش میده. من به حق حرف میزنم. خفه شو، فوش نیست. 4 متر برادر دارم، یه جا احترام توی خونه ندارم. به خدا خسته شدم. خدا منو بکش از دست این دختر راحت شم. این دختر داغ دوتا عزیزو دیده، گناه داره. من داغ ندیدم آخه. این فرزاد بدبخت داغ ندیده، حیوان آخه، نفهمه، بی غیرت، بی کس و کاره، داغ ندیده. ببینم تو چرا میخوای تاثیرگذار حرف بزنی به من فوش میدی؟ من کی فوش دادم؟ همین الان نمیگه بی غیرت بیدانش. بابا خفه شو. همین الان داری فوش میدی. تا 30 ثانیه پیش فوش نبود، خفه شو. الان یهو فوش شد. من چی دارم احترام میگم؟ من که بیشتر دارم. برو دهنتو ببند. تو به این زندگی احترام از بین رفته. خب اونایی که دنبال اسم این فیلم بودن، اسم فیلم سگ‌بند. دیگه لازم نیست توی کامنت ها دنبال اسم فیلم و سریالا بگردی، کافیه فقط منو فالو کنی.